توی این ویدیو بالاخره بعد مدت‌ها یه چند تا آیتم خریدیم که به درمون میخوره و قرار آنباکسشون کنیم و یهو دیدین اگه چاقو من پرتش کردم واسه فیلم بردار نگید چرا میزنم به خدا مثل آدم بگیر آقا بیا بگیرم دست تو باید نوردم چاقو عالی یکی چسبشو بردار کارتون دارم میکنم دارش بچه برعکس گرفته داره میره بالا با این یه باید تیزش دارم میبارم یه باید تیزی دارم میبارم فقط اگه یه دیدید پرشت سمت نداشت این دهنه نگاه کنید دقت کنید قانون با مستقیم رفت سراتم رفت آقا اینو من قبلا اولی رو باز کنیم بطور این بچه RGBه و رنگ‌های مختلفی داره اون که واسه دوستم گرفتم با این خیلی فرق میکنه نمیشه من دونه رو بعد آخونش بس میگیرم واسه دوستش همه چه میگیره واسه من نمیگیره بیا مثل آدم بگیر اون که آرش داشت اون که واسه آرش روتی شد اون فقط یه رنگی داشت بله هیچی بچه هیچ کس فیلم مردان آنباکس قبلی مونه یه جنی بود چه کارتونش یه کوچولو کارتون انشالله که خیلی انشالله داشت دیجی کاره هم سلو بدی داره نه اون که بازش هم داشت اینو بده من میشه دوربین نگاه کنی؟ ببخشید اینو بده من نمیخواد تموم شد این کالا رو بریم سراغ بعدی نه بده من شده از خیلی وای یک ثانیه پخ کرد اینم از این شارژ که حالا تستش هم میکنیم گرفتم او استری ای لام است تو که وقتی اینو بسازه قشنگه این رفت تو اون اینم الان میره تو این حالا مشتبه نظرم اینجا تو ادیت مشتبه قطعش کنی و بذاری بهتره نه برو توجیه فکر کن بشکنه درش بلد نیست بره شما خفه شو اینجا شه خفه شو چیه من اینجا دادم این دوربینشه این دوربینش بود ها دوربینم داری؟ کو؟ دوربین داری؟ نه ببخشید داشت من یه جای دیگه فیلم میرسم داداش موداش ساعتشه بچه ها این ساعت رو ست کنیم RGB دیگه هم من یادم نیست حالا در میارم اطلاعات چون اینجا به باتری میخوره خب بفرم من کاتم بزنم تو استاپ نزن میخوام که همین یک کل اتاقت خوشگل تره نه دیزاین من بده من نوکو خوشگل نیست خدایی آقا سالم نگهشونه داشت سالم بچه سالم نگاه تا در پیرشه بچه نکن شما میخوام بزنم داخلش یه دونه آقا سه خالی بریم بعدی بریم چیزی که خیلی درمون میخوره هاپ نه هاپ فقط هاپ بریم چیز قبل و بعدش نیست هاپ میشه از این بگیری سلطان یعنی ریدم تو فیلم برداری کردن هاپ که چیز خیلی ساده ایه ولی در من سرویس شد تو پیدا کنم چیز درست رو بخوام بگیرم و جویه USB-C یه لحظه سراتش میتونی به هم بس کنی یه لحظه نه نمیشه گوی
تو گوی و خیلی گوی. این میره تو این میره تو این، بقیه چی ها میرن تو این. حالا مشتبه قطعش کن. حالا چیزی بقیه هم بهتون نشون میدم. بریم بعدی. من فقط چند تلگرام به بچه ها گفتم چیا گرفتم و وقتشه بریم سراغ اصل کاری. بشین اگر گذاشتم تو دست بینام دست آدم میشه دوربین رو نگاه کنی. و دارم نزدیک شدی. بیا نزدیکتر از این بگی. خوبست. داداش اسم کنم این کوچولو چسباش زیاده. یک بیا دستت ده. چسباش واقعا خیلی زیاده. خیلی زیاده. این کوچولو زیاده. خیلی زیاده. چیه خب؟ بالاخره توش موزه. موز. اول از اولی شروع میکنی؟ اینا موزه کی گفتم؟ ببینید واه. اینم سالمه. چه صدا گیلی میدن. بزن تو نرمه. تستش میکنیم بچه بذاریم کیبوردو باز کنیم. با میره خدا تستشم در راست. بنازم پلاستیک سطل زباله مینازن عالی. باشه نه قیمتش خیلی واقعا ارزون بود. خیلی ارزون بود. اوه چی؟ سبا که سنگینه چجوره؟ چقدر خوشگله. بیه راکی ببین دست چقدر خوشگله. اف دکوشو بکنم. این چیه؟ بهت میگم این مال اینجاست. آقا این تست کنیم بریم تست کنیم خودم. خفشو خب نگه دارم مصرف کنم. نه بیا بریم. آقا موزیک و قدیمی خدا. یه لحظه بچه هدفون شکستمون رو میبینید داشون بگاشتن. نشون بده هدفون شکستمون رو میبینید که با بدبختی ها با چسب و چیزا یه کارش کردیم. با توف چسبیه. با توف دقیقا. آقا این از مردمون. وای چقدر این خوشگله. قبول داری؟ در مقابل این؟ کو؟ آره میشه نزدیک تر بگیری یک کوچولو؟ یه جای خوب پیدا کردم فیلم برداری. این از این باید کنم کوچولو قلبی بست و کارو بگیر حاجی کارو بگیر بابا دست اینم واجبیه. کدام؟ این اول رنگی میشه. آره رنگی به قول تو میشه. آره نمیخوام یه چیزی بگم. نمیخوام بگم چجوری میشه کاریا. این قشنگ داره. حالا فکر کن یه زبر ایده قلب اتاق من بچه وای خیلی سخت رفت بگیر وای آقا اختش اتاقم رو ببینید. نه هیچی نیست دارم توی منویسم میگم میخوام I'm straight every day every hole every second no one is coming. تو ریدم آقا بدش کن گلده چه صدایی میده آقا این با اینا آقا الان مطابق اینم من از دیر خودم اینم دارم بشه گل از هیچ نگو بیا ریدی نکن آلتوب چار چی داری؟ آلتوب چار کار نمیکنه حاجی خیلی کی موسش راحته اما چپوندن درست کار کن یکی از عادی ترین کامنده بازار کامند چی؟ آلت F4 میزنی مثل خاموش شدن چرا قد بالاست خوره چی شده پایین؟ چی خیلی اتاقم بهتر شد قبول داری؟ میشه از خودم بگیری عزیزم؟ بشنم دقیقه فقط صندلی میکشود بچه چیه؟ بیا من اینترو رو بیش رفت است بچه ها اصلا یه چی ست یعنی این توازه نگاه کنه هدست الان همه ست شده همه ست تو ست اینم میکنم شانه آرجیبی بسد اینم الان میکنم شارجیبی بیا از منم کم بگیم گو آقا مرسی که ویدیو دیدی خدا وکیلی ذوق من بود
روشن میشه. انداختم من روشن میشه. بگی امان بگی. داداش تو فیلم بردار توی برو اوکی. اصلا تو یوتیوبری مهم نیست پدرک یوتیوبر. خب بچه‌ها مرسی که این زمینه کردین. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین. تا یه ویدیو دیگه بدرود.